تو جلسه اول آموزش زبان انگلیسی میخوایم با هم معادل بریل و حروف رو یاد بگیریم. Hello guys, I hope you are doing great. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز خدمت شما رسیدیم با آقای رسولی، دوست خوبم که باهاتون آموزش زبان از 0 تا 100 پیش ببریم. ولی برای ترم 1 قراره آقای رسولی چیکار کنیم؟ الان اول جلسه اول رو بگم. ما تو جلسه اول آقای عینی توضیح میده حروف رو روی تخته و مثال براش میزنه. منم اینجا هستم توی جلسه اول که چون حروف رو دیگه نمیخوایم خیلی طولش بدیم، تو جلسه اول میخوایم کل حروف رو بگیم. من معادل بریلش رو بگم برای دوستانی که میخوان خط بریل استفاده کنن. من توضیح میدم برای دوستانی که از خط بینایی استفاده میکنن، مثل کم بینایان یا دوستانی که آرپی دارن هنوز بینایی دارن میتونن بنویسن، از خط بینایی استفاده میکنن. من دیگه چیزی نمیگم، آقای عینی توضیح میده، من بعد هر حروف میام معادل بریلش هم میگم. خواهش میکنم. خب بچه‌ها، ما توی حروف زبان انگلیسی اول با حروف باید شروع کنیم. آقای رسولی، ما توی زبان انگلیسی 26 تا حروف داریم. از A تا Z. حالا بعضی بچه‌ها میگن Z، حالا با اونم برسیم. اوکی؟ A تا Z رو میخوام الان با هم یاد بگیریم. اما 5 تا حروف هستن. خب کاری نداریم اصلا به اینا چی میگن. این 5 تا حروف مهمترین حروف‌های زبان انگلیسی هستن. مهمترین کلمه‌ها، مهمترین حروف‌ها هستن. خب بریم اول اون 5 تا رو با هم یاد بگیریم. اول اونا چیا هستن؟ خب من اینور بنویسم شما برای بچه‌ها. بله. خب اولین حروفی که می‌خوام یاد بگیریم 5 تا حروف صدادار که یکی یکی پیش میریم. ولی برای اینکه یادش بگیرید فرض کنید عین یک سر یه انسان دارم میکشم، یعنی صورت انسان. A E I U و O. بچه‌ها این سر که کشیدیم O دایره نیست، O. اوکی؟ این 5 تا حروف‌های صدادار ما هستن. شاید الان بیاد با خودتون بگید که چرا ما از A شروع نکردیم بریم B بعد بریم C. خب قطعا اینا به گوشتون رسیده، A و B و C و D و اینا. خب اول شما باید این 5 تا حروف رو یاد بگیرید که چه بلایی سر این حروف رو باید در بیاری توی جملات، چرا اصلا اینا بهشون میگن حروف صدادار. اوکی؟ بعد بریم سراغ A و B و C. اوکی؟ شروع کنیم. آره، اولین حروفی که میخوام یاد بگیریم با هم A. اوکی؟ حالا برای بچه‌هایی که حالا قدرت توانایی دیدن دارن، من می‌نویسمش A و اول این توضیح برای بچه‌هایی که میتونن ببینن. بچه‌هایی که الان میخواد بنویسید، رایتینگتون رو تمرین کنید. خب اگر دفتر 3 خط نگیرید، اوکی، دفتر 2 خط دارید، A بزرگ باید از اون 2 خطی که هست A به بالاتر بیاد. اوکی، یعنی چی؟ یعنی الان ما 2 خط داریم. اوکی، A باید بالاتر نوشته بشه و A کوچیک باید بیاد بین 2 خطمون. اوکی، پس A فاصله شون هم یه نقطه باید باشه. بچه یادتون باشه هر چیزی که میخواد بنویسید، حتی اسم خودتون، اوکی، مثلا میخوام بنویسم علی، باید بین A و L و I باید هر فاصله یک نقطه باشه. نمیتونم A رو اینجا بذارم 2 مدون ورترش لو بذارم، L رو بذارم. اوکی، خب اشتباه میشه. پس اول حرف انگلیسیمون A که هم بزرگ داریم مثل حروف فارسی، هم بزرگ داریم هم کوچیک. آره شما لطف کن. من یه توضیح بدم در مورد بزرگ و کوچیک توی بریل. ببینید ما ظاهر کلماتمون یا حروفمون فرقی نمیکنه توی بریل. من الان اینجا 6 نقطه بریل رو رسم کنم. ببینید ما 6 تا نقطه داشتیم برای بریل. از سمت چپ بالا 1، پایینش 2، پایینش 3، سمت راست 4، 5، 6. ما اگه نقطه 1 رو رسم کنیم توی کاغذ، حالا بچه‌ها که بریل رو بلدن میدونن، نقطه 1 رو که رسم کنیم یا حک کنیم توی کاغذمون، حرف A ساخته میشه. ولی حرف A بزرگ هیچ تغییری نمیکنه. فقط توی خونه قبلی بریل ما یه نقطه 6 میزنیم. هر حرفی که توی خونه قبلیش یه نقطه 6 باشه میفهمیم این بزرگه. یعنی من الان حروف دیگه هم بگم دیگه تکرار نمی‌کنیم بزرگشو، میدونیم که بیو بگم قبلش یه 6 باشه بی بزرگه، سی قبلش یه 6 باشه سی بزرگه. پس نوع حرف A نقطه 1 به همین راحتی هم A که شما توضیح دادی بریلش فقط نقطه 1 میشه. درست. بله. خب پس حالا A بزرگ و A کوچیک حالا بریلش رو یاد گرفتید، توی 2 خط نوشتنش هم یاد گرفتید. پس فاصله بین هر کلمه
اوکی، یا هر حرف بهتره بگم، بین هر حرف باید یک نقطه بیشتر نباشه، یک نقطه. بریم چند تا کلمه مثال بزنیم که درکش کنید. همون میدونیم آقا آیفون یه گوشیایی داره که اون یکی مارکش بهش چی میگن رسولی؟ میگن اپل. گوشی آیفون. گوشی آیفون. نه بهش مثلا بعضی‌هاشون میگن اپل. همون سیبه که نصف گازش زدن. اپل. خب اول از همه این که بهتون بگم واژه اپل خیلی اشتباه داره تلفظ میشه. خب ببینید ما نمیخوام زبان انگلیسی رو بیاریم تو زبان فارسی، یعنی هرچی خودمون میفهمیم و توضیح بدیم، بگیم که اپل. نه ما اپل نداریم، اپل. اگه قرار زبان انگلیسی یاد بگیریم باید به تلفظ اون شکلی که خودشون تلفظ میکنن یادش بگیریم. اوکی؟ پس اپل نیست، اپل. یا مثلا رنگ سیاه یا مشکی بلک نیست، بلک. اینا رو یکی با آقای رسولی پیش میریم. اپل یعنی سیب. اوکی، حالا بهتون میگم این چرا 5 تا حروف صدا داره، ما داستان اینا چی هستن. شما لازم مثلا اپل براشون توضیح بدید برای دوستان؟ نه حروف رو که به ترتیب بگیم حالا بعدا اوکی. بچا اپل پس ای بزرگ یا حالا ای کوچیک فرق نداره، اپل سیب. دیگه مثل چی میتونیم بذاریم؟ مثل alligator به معنای تمساح. اوکی، alligator تمساح. بریم سراغ حروف بعدی. حروف 5 تا اون که تموم شد میگم چی کارشون کنیم. حروف بعدیمون ایه. بنویسمش. ای بزرگ، ای کوچیک. اوکی، که فاصله در دو خط یک نقطه باشه. ای بزرگ بالای دو خط، نصفش بالای دو خطه. ای کوچیک، بچه هر چیزی که کوچیک هست از هر حروف الفبا باید بین دو خط قرار بگیره. پس ای کوچیک مثل چی؟ حدس بزنید. مثل اگ، تخم مرغ. اگ، تخم مرغ. یا مثل چی؟ مثل البو، آرنج، اگ، تخم مرغ. اصلا ای رو زحمت میکشه به بچه‌ها. خب حرف ای، ببینید بزرگ نوشتن حرف ای که قبلش باید نقطه 6 بیاد، اینو دیگه تکرار نمی‌کنیم، ولی خود حرف ای توی بریل نقاط 1 و 5. هر جا ما 1 و 5 رو دیدیم میفهمیم این حرف ای هست. حالا قبلش هم یا میتونه 6 بیاد بزرگ نوشته بشه یا 6 نباشه کوچیک. خب کلمه بعدی که گفتیم تو صورت یک آدم به عنوان یک دماغ، حالا میتونیم بگیم به عنوان یک بینی، به عنوان یک دماغ اینجا شکلش رو کشیدیم. آیه بزرگ بین دو خط میاد بالا، آیه کوچیک بین دو خطه، یعنی بیرون نمیزنه. اوکی، مثل چی بچه‌ها؟ حدس بزنیم. مثل چی شنیدید تا حالا؟ مثل اینک. یعنی چی اینک یعنی جوهر. می‌نویسمش اینک، جوهر. خب میام مثلا میگم بلو اینک. اوکی، جوهر آبی. رد اینک، جوهر قرمز. یا مثلا میخوام بگم آقا جوهر مشکی. مشکی چی میشد؟ یا سیاه همون یا مشکی خودمون. بلک نه، بلک اینک. خب میریم سراغ کلمه بعدیمون که آقای رسول زحمت بکشه آیو برامون توضیح بده. خب آی یه جورایی میتونیم بگیم قرینه ای میشه. اونجا شد 1 5، اینجا میشه 2 4. 2 4 بازم همون قواعد قبلی، قبل 6 بیاد آیه بزرگ، قبل 6 نیاد آیه کوچیک. پس 2 4. اوکی، چهارمین کلمه که میخوام یاد بگیریم از حرفامون میخوام میگم کلمه چهارمین حرفی که میخوام یاد بگیریم یو بزرگ، یو کوچیک. اینجا انقدر پایین رفته که من نمیتونم بگیرمش رسولی. خب این یو باید بزرگتر باشه. بچه‌ها بد شد رو تختمون. خب منم آره باید ببرمش بالاتر. پایین خودم نوشتم مشکل داشتم. آره اشکال نداره. حالا این برام حالا میتونیم اون وقت توضیح بدیم متوجه میشیم. بچه‌ها یو بزرگ اوکی داخل دو خط که بخواد بکشیدش مثل همون کلمه‌های قبلی، مثل حروف‌های قبلی بالاتر از دو خط، اما یو کوچیک بین دو خط قرار میگیره. خب مثل چی؟ کلمه یو.
بچه صدای یو میده خب وقتی میخوای بنویسیش، اما صداهاش رو تک تک بهتون میگم چیه خب. اما صدای آ میده، مثل امبرلا، مثل چی؟ مثل چتر خب. آقای رسولی یو هم لطف کنید براش توضیح بدید برای بچه‌ها. خب ببینید من یه قاعده یا الان یه توضیح بدم برای بچه‌ها، بعد دوباره یو هم میگم. این خیلی مهمه. توی بریل ما این قاعده رو توی لاتین داریم ولی توی فارسی نداریم. ببینید اعداد بریل رو بچه‌ها خیلی هاشون بلدن. اعداد بریل رو نقطه 1 میشه عدد 1، نقطه 2 میشه 1 و 2 میشه عدد 2، 1 4 میشه عدد 3، اینو همتون بلدید. بچه‌ها 9 تا عدد اول میشه 9 تا حرف لاتین اول، همون حرفای لاتین بدون علامت عدد. علامت عدد رو میذاشتیم 3 4 5 6. اگه اونو نذاریم میشه 9 تا حرف اول. دقیقاً مثل 1 که وقتی گفتم به تنهایی میذاریمش بدون علامت عدد میشه حرف A. خب برای نوشتن U ما میرسیم دوباره به حرف A. خب حرف A اگه بهش یه دونه 3 6 اضافه کنیم میشه حرف U. بچه‌ها ببینید حالا بهتون میگم چرا 3 6 اضافه کردم. همون حرف A یه دونه 3 6 که بهش اضافه کنیم میشه حرف U. دوباره طبق اون اصول اگه قبلش 6 باشه میشه U بزرگ، اگه قبلش 6 نباشه میشه. بچه‌ها ببینید این 1 3 6 توی فارسی ضمه است یعنی اوه، ولی توی لاتین حرف U هست. خب بریم بعدی هم بگید که من او هم بگم. کلمه او بچه‌ها خب این یه کلمه او یه داستانی پشتش هست، حالا الفبا که خوندیم بهتون میگم. به کلمه او ما او بزرگ داریم، او کوچیک میدونیم به صورت دایره نوشته میشه، اما دایره ای که میخوام بکشیم برای او کوچیک بعد چقدر این تخته بد میشه. بیام این ور بنویسم. او بزرگ که میخوام بکشیم خب بین دو خط باز میزنه بالاتر، اما او کوچیک داخل دو خطه. اوکی تفاوتشو ببینید، او بزرگ و او کوچیک. این اوی که خراب شده پاک کنی. خب من بگم. ببینید بریل او همین حرف ای اینا رو بهتون میگم چون بعداً توی نسبت سازی ها به دردتون میخوره. همین حرف ای که 1 5 اگه یه دونه 3 بهش اضافه کنیم میشه 1 3 5 میشه حرف او که بازم اگه 6 قبلش باشه میشه او بزرگ، 6 قبلش نباشه میشه او کوچیک. خب بچه حالا داستانی که پشت چرا اصلا این 5 تا رو از اول گفتیم، چرا نگفتیم A B C D همینجوری به ترتیب بریم پایین؟ خب آقای رسولی من میخوام تا او برای من تلفظ کنی، شما زحمتشو میکشید از توی الفبا A B C D. چون میخوام دوستان کلا اینجا متوجه این داستان او بشن. از A بگید تا برسید به او. خب A B C D E F G H I J K L M N O. خب بچه‌ها او نداریم ما. بچه همیشه یادتون باشه این عراقی اصطلاحی دارن، عراقی‌ها با آب میگن چی میگن؟ او. همه عراقی‌ها او. اوکی پس او. بعضی از عراقی‌ها ما خودمونم عراقی مسخره نکردیم. او. خب پس تلفظش رو یاد بگیرید. اما بچه‌ها اینا یک صدا دارن. درسته؟ حالا مثلا من توی حروف الفبا من اینو گفتم چی گفتم؟ A، اینو گفتم O، یکی گفتم E، I، ولی حروفشون یه صدا با خودشون داره وقتی میخوام یه جمله یا یه کلمه‌ای بسازم. مثلا چی؟ آقا مگه نگفتیم A؟ اگه من بخوام با همین صدای A بگم باید بگم apple، پس نمیشه. خب حرف A صدای A میده. خب یعنی من بخوام بگم اپل باید بگم apple، پس A نوشته میشه اما صدای A میده apple. حرف ترتیبی میریم. حرف E چه صدایی میده؟ با کلمه که جلوش نوشتم صدای ای میده. ای کشیده نه، ای. egg، elephant، فیل، egg، تخم مرغ. خب حرف آی چی؟ آی صدای اینک. ببینید صدای ای کشیده، اینک. ایگلو، اوکی؟ اینسکت صدای حشره، مثلا میگیم اینسکت حشره، ایگلو خونه برفی. بچه آ چی؟ بخش یو چی؟ گفتمش دیگه. یو صدای آ میده، امبرلا، اوکی؟ و کلمه آخرمون هم او. او چه صدایی میداد؟
اونم صدا آ میداد. خب آملت، اوکی؟ یا مثلا شترمرغ، آستریچ، اوکی؟ شترمرغ. حالا اینا یکی با هم یاد میگیریم طرز نوشتاریشونو. حالا یه داستانی پشت این 5 تا هست به غیر از صداشون. خب که اول از آقای رسولی خواهش میکنم که ا و ان رو برای بچه نوشتارش رو توضیح بده که من نوشتارش رو بگم. خب ببینید که همون ای خالی میشه، این هیچ تفاوتی نداره، اصلا کپیتال هم نمیخواد بکنیدش، یعنی قبل 6 هم نمیخواد بزنید. ای خالی یعنی نقطه 1 رو بزنید با فاصله از قبل و بعد خودش، یعنی قبلش فاصله بعدش هم فاصله، میشه همون ا. حالا برای نوشتن ان شما یه ا نیاز دارید با یه دونه ان. خب ان چی میشه؟ ان میشه 1 3 4 5. بچه‌ها 1 3 4 5 میشه توی فارسی میشه نون، توی لاتین یا انگلیسی میشه ان. پس شما یه دونه ای بزنید تو خونه بعدیش یه دونه 1 3 4 5 بزنید میشه ان. همین راحتی. خب حالا داستانی که پشت این 5 تا هست چیه؟ ای و آی و ای و یو و او. خب آقا من اگه یه کلمه خواستم درسش بدم یا اصلا خواستم بخونمش، مثل چی؟ همه هم میدونیم خودکار چی میشه رسولی؟ پن. بله ما هم میدونیم خودکار میشه پن. خب میام نگاه میکنم راه تقلبش، میام نگاه میکنم پن با چی شروع میشه؟ حرف پی. هنوز میدونم نخوندیدش ولی خب صداش اگه متوجه میشیم با حرف پی شروع شده. آقا حرف پی من فقط پی ها، ایه بعدیش نه، اینه بعدیش نه، فقط اولیش. اوکی؟ جزو این 5 تا هست یا نه؟ میام نگاه صداشو با هم کار میکنیم. پن نه جزو ایه، نه جزو آیه، نه ایه، نه یوه، نه اوه. خب جزو هیچ کدوم نیست. پس اگر نبود من باید بگم اپن، یعنی یک خودکار. اوکی؟ اپن دیگه مثل چی؟ یکی راحت‌تر مثلا اپنسل، یک مداد، اپنسل. اوکی؟ خب اگر حالا 5 تا حروف صدادار اولی کلمه اومده بود، همون میدونید مثل چی؟ مثل اپل. می‌نویسمش اپل. خب اول اپل چی اومده؟ ای اومده. ای هم جزو حروف صدادار، اولین حروف صداداری که با هم خوندیمش. چه صدایی میداد؟ صدای ا میداد. پس بگیم اپل، صدای ا داد. خب اصلا زیرش خط میکشم. حالا من خواستم ای بذارم پشت این، باید ای خودش رو حذف کنم؟ نه، ای خودش بچه حذف نمیشه. اپل رو میذارم میمونه. اوکی؟ و دیگه ای بهش نمیدم. چرا نمیدم؟ مثلا شما تصور کنید بهش میگم ای اپل. ای اپل غلطه بچه ها. چرا؟ چون حرف اولش صدا داره، پس من باید بگم ان اپل. ان اپل، همون داستانی که آقای رسولی براتون توضیح داد. ان اپل. پس الان 2 تا مثال. اگه بخوام بگم تخم مرغ آقای رسولی باید چی بگم؟ اگ. باید بگم ان اگ. ان اگ. چرا؟ چون ای جزو اون 5 تا حروف صداداریه که کشیدیمش اینجا. خب اگه بخوام بگم املت یا همون آملت چی باید بگم؟ اینجا هم چون او جزو صدا داره پس میگم ان آملت. اوکی؟ اگه بخوام مثلا بگم یه مثال، مثلا بخوام بگم یه مثال رو تو ذهنم نمیاد چی بگیم؟ بوک. بوک. آفرین. یه مثال بخوام بگیم بوک، کتاب. خب بگم ا بوک یا ان بوک؟ اولم گوش میدم ب داره اولش، بوک. خب آقا این او هم داره. نه من کاری به او بعدیش و اینا اصلا ندارم، فقط اولش جزو اون 5 تا هست یا نه؟ هست. خب یا نیست؟ رسولی نیست دیگه. نیست. پس بوک نه جزو ایه، نه آیه، نه ایه، نه یوه، نه اوه. پس میگم ا بوک. ا بوک. بچه بوک نگیده، بوک یه داستان دیگه است، بهتون میگم ا بوک. اوکی؟ خب این 5 تا حروف صدادارمون که از اون 26 تا باید یادش میگرفتید. بقیه حروفمون بی صدان. حالا میگم داستانشون چیه دیگه. بقیه اونا خیلی راحته دیگه، همشون رو ا میذارید. فقط همین 5 تا رو بچه حواستون باشه هر کلمش که اومد ان بذارید. مثلا اگه خواستم بگم آمبرلا، بخوام بگم چتر، باید بگم ان آمبرلا. خب
پیش بریم آقای رسولی ان شاءالله. میخوای بریم تخته رو پاک کنیم برگردیم حروفای 20 صدا رو بگیم. اوکی بریم دیگه اونا رو با سرعت بیشتری میگیم دیگه. آره دیگه چون 5 تا فقط مهم بودن. آره اوکی باش. بریم شروع کنیم. آکادمی نابینایان. ادامه حروف رو میخوایم بریم، ولی حالا من بریلشو که میخوام بگم حروف صدا دارم میگم، به خاطر اینکه میخوام اون الگوه رو فراموش نکنیم. شما بفرمایید. خب بچه‌ها بذارید از اول یه دور بریم که به قول خودمون یه ریویوی برام باشه یا دوباره به ذهنمون بیاد. خب گفتیم که حروف صدادار اولیش چی بود؟ A بود، صدای ا میداد مثل اپل. گرامرش گفتیم A بیاد یا ان بیاد. گفتیم چون بین حروف 5 تا حروف صدادارمون هست اول کلمه ها بچه‌ها، چون بین حروفش هست ما میگیم ان اپل. این از این. میریم سراغ بچه‌ها کلمه B. B چی صدای چی میده رسولی؟ صدای ب میده. ب مثلا اونا دیگه سخت نیست. صدای ب میده. مثلا میگیم یک پسر. الان ا بگیم یا ان رسولی؟ ا میگیم دیگه. خب ما میدونیم که ب نه صدا داره نه بین همون صدادارها هست. بله. مثل کلمه بوی میشه پسر، پس ب جزو اون 5 تا نیست، پس میگیم ا بوی. ا بوی یک پسر بوی. یا مثلا میگیم بگ کیف بگ، یا میگیم برد پرنده. آره رسولی درست میگید دیو بکش. خب من پس A هم میگم اینجا. بچه‌ها ببینید نقطه 1 شد A، اینو هیچ. میریم سراغ نقطه 2. 1 و 2. 1 و 2 بچه‌ها اصلا این شکل‌های من مهم نیست، فقط عددا رو یادتون باشه. 1 و 2 میشه B. خب پس تا اینجا یادتون باشه 1 مثل فارسی 1 میشد الف، اینجا میشه A، این میشد B. 1 و 2 میشه B. خب حالا طبق همین الگو میریم جلو تا من الگو اصلی دستمون بیاد بهتون بگم. پس یادتون هم باشه اگه قبلش 6 بذاریم میشه بی بزرگ. اوکی بچه کلمه سوم که میخوام با هم کار کنیم A B C. خب طبق همون شکل C بزرگ بین دو خط، بالای دو خط، C کوچیک داخل دو خط. حالا بذار این C رو کمی قشنگ‌تر بکشمش. خب دیگه با گچه دیگه توقعمون کمی پایین‌تر بیاد. خب میریم سراغ C. مثل چه کلمه ای؟ اول اینو بگیم چه صدایی میده C. C بچه صدای ک میده. ک مثل چی؟ کار. اوکی ماشین کار. چی بگم ان کار یا بگم کار؟ میگم کار. آره رسولی بریم بره. خب حرف سوممون ما اینجا می‌نویسیم میشه C 1 4. بچه‌ها C همون چه خودمونه توی فارسی. اینجا 1 4 حرف سوم میشه C. بفهم. اوکی A B C و D. بچه D چه صدایی میده؟ D صدای د میده. د و نه د. مثل چی؟ مثل دور در دور. یا مثل چی دیگه؟ مثل درایو رانندگی کردن. کار نداریم این فعلا این کلمات چی جوری نوشته میشن ها. فقط مهمش اینه که آقا شما یاد بگیرید اولش چه صدایی میده. همین میخوام با حروف فقط صدای حروف با هم آشنا بشیم. د صدای د میده درایو. بی صدای ب داد مثل بوک. سی چه صدایی داد؟ صدای ک داد کار. اوکی خب بذار پس من اینجا دی هم سریع بگم. بچه ها دی میشه همون دال خودمون 1 4 5. 1 4 5 میشه دی. عدد 4 هم میشه بچه ها اینو یادتون باشه. 1 شد عدد 1 شد A. 1 و 2 میشه عدد 2. 1 4 میشه عدد 3. 1 4 5 میشه عدد 4. همون طبق عددا داریم میریم جلو. خب برای اینکه تلفظتون و الفاتون خوب بشه از اول میگم A B C D و E. ای بزرگم که با هم کار کردیم حالا مینویسمش بالای دو خط، ای کوچیک بین دو خط. خب مثل حروف ای جزو صدادارا بود، پس تا الان ای همون جزو صدادارا بود، ای هم جزو صدادارا بود. ولی خب نباید مینوشتمش چون ای هم ننوشتم، ولی حالا دیگه نوشتیم اشکال نداره. ای صدای چی میداد؟ ای مثل اگ، صدا ای میداد اگ. خب که اینو با هم کار کردیم آقای رسولی براتون نوشتش. خب بذار من اینجا بنویسمش حتما چون میخوام این الگوی کامل بشه. بچه‌ها 1 5 هم که گفتیم میشه ای، میشه عدد 5 هم میشه دیگه 1 5. بفرمایید. خب A B C D E و F. بچه‌ها F رو چه شکلی می‌نویسیم؟ F بالای دو خط،
کوچیکش هم بین دو خط. صدای چی میده؟ همه میدونیم، مثل صدای ف، خب مثل گل، فلاور. مثلا فلاور نمیگیم، فلاور خیلی استرس کمی روش بذارید، فلاور، گل. خب یا مثلا توی اینستا خیلی معروف شده میگیم فالوینگ، فالوور، صدا ف میده دیگه، با همین داستان داره. پس اف آقای رسولی. خب اف هم که قطعا بچه‌هایی که عددا رو بلدن الان میدونن، اف میشه 1 2 4. 1 2 4 هم میشه اف. خب حروف بعدیمون جیه. بچه ما یه حروف جی داریم، یه حروف جی داریم. اوکی، یه حرف جی، یه حرف جی. قاطیشون نکنید. الان حرف جی رو میخوام یاد بگیریم. این حرف جی بزرگ، این حرف جی کوچیک. خب یادتون باشه جی می‌نویسیمش توی الفبا، هم میخونیمش چی؟ جی A B C D E F G، ولی صدای گ میده. مثل چی؟ مثل girl دختر. مگه بوی نبود صدا ب میداد؟ اینم همونه دیگه، girl جی. اوکی؟ بله. خب ما هم پس اینجا رو جی رو می‌نویسیم، حرف ششم، حرف هفتم، عدد هفتم میشه که میشه 1 2 4 5. 1 2 4 5 میشه حرف جی. اینا قبلا یاد گرفتم بچه‌ها. آره اکثرا اینا رو میدونن، مخصوصا اونایی که فارسی رو بلدن. خب اعدادم بلدن دیگه. ما الان 1 تا 7 رو قشنگ بلدن بنویسن، تا 10 هم بلدن بنویسن. خب ما طبق همون اصول تا اینجا میریم جلو. بعدش از حرف دهم به بعد جی به بعد یه خورده براشون جدید. اوکی. خب A B C D E F G که G صدای چی میداد؟ گ. دوباره A B C D E F G. بچه ها همه میدونیم اینو میخوام بگیم چی؟ میگیم H، اما H غلطه. خب میگیم H. اوکی، H بزرگ، H کوچیک. دیگه قانون دو خطش رو بچه ها رعایت کنیم اونایی که میخوام بنویسن. یه دور از اول A B C D E F G H. خب H بچه چه صدایی میده؟ مثل چی؟ مثل صدای ه میده. Hello. H استفاده میشه دیگه. Hello. خب مثلا افزایش میدیم جلسه و فقط میخوام آوای صداها تو ذهنتون بمونه، آوای این کلمه ها. بریم سراغ H نوشتن. H رو من بنویسم. بله. خب ببینید H هم همینجوری که میدونید حرف هشتمه و هی دو چشم خودمون میشه 1 2 5. 1 2 5 میشه H یا H. خب G H I جزو همون 5 تا حروف صدا رو که با هم کار کردیم، مثل ایگلو، اوکی، مثل اینک. بازم می‌نویسمش آی کوچیک. چه صدایی میداد؟ صدای ای کشیده میده. پس ای میگیم ایگلو، میگیم اینک، میگیم اینسکت. اوکی؟ برای این 5 تا حروف صدادار مثالای بیشتری زدم که متوجه بشید، اما بی صداهامون که از A تا حالا Z 21 دیگه هست، خب اونا رو مثالای کم میزنم چون زیاد مهم نیستن نسبت به اون. مهم هست نسبت به اون 5 تا مهم نیستن، ولی خب مثال براشون میزنم حتما. خب آیت رو آیه هم لطف میکنید. خب آیه هم که تو قسمت قبلی گفتیم 2 4 شد، 2 4 که تا اینجا شده حرف نهممون. 2 4 عدد 9 هم هست توی بریل و توی فارسی هم حرف ای هست. خب میرسیم به این. پس از اول A B C D E F G H I J. بچه اون G بود، من می‌نویسمش الان با هم درستش میکنیم. بچه اون G بود، این Jه. خب G اول به چه صدایی بود؟ مثل گرل. خب میگفتیم G صدای گرل میده، پس G مثل گرل. اما J چه صدایی میده؟ صدای J میده. خب مثل جامپ، میگیم آقا میپریم، جامپ. اوکی؟ بریم برای J. پس هر جا J بود تو کلمه J نیست، درسته؟ حروف صداش خیلی مهمه. توی الفبا J خودمونه که باید بنویسیمش، G هم که Gه.
اما توی کلمه باید تشخیصش بدیم دیگه که چه صدایی میده. اگه صدای ج داد این جیه، اگه صدای گ داد این. همین دیگه میگم، یعنی هیچ وقت ما جی رو با جی نمیخونیم. نه با جی قاطیش نکن. درست. خب بریم سراغ حرف جی. میشه عدد 0 توی بری، میشه 2 4 5. 2 4 5 میشه جی یا عدد 0. توی فارسی هم میشه جیم. و اگه یه بار دیگه تاکید میکنم قبل هر کدوم از اینا یه نقطه 6 بذاریم تو سلول قبلشون، کپیتال میشن، بزرگ میشن. خب بله. اوکی. حالا مخواستم استثناشو نگم که آقای رسولی گفتش. بچه نمیخوام الان سختش کنیم براتون. خب جی که گفتیم صدای ج میده، خب اما جیم، خب این جی که اینجا داریم هم گ صدا میده هم ج، تو بعضی استثناء داره ولی اصولا صدای گ میده. مثل جیم الان استثناشه. خب آره نه من جیم فارسی گفتم. نمیدونم اون من جیم انگلیسی دارم اون. خب جیم استثناشه یعنی باشگاه. حالا ولی کار نداریم، فقط یادتون باشه جی صدای گ میده، جی صدای ج میده. مثل جامپ، اون یکی مثل گرل، جی گرل. خب از اول A B C D E F G H I J K. میریم سراغ K. K می نویسیم، K می خونیم. چی میشه؟ مثل چی؟ مثل کیتن. کیتن. خب بچه د نیستا ولی صدای نسبتاً د میده. کیتن یعنی بچه گربه، یا راحت ترش کایت، یا هم بادبادک خودمون. کایت، بادبادک. خب که یه داریم ما رسولی. خب حالا اینجا میخوام همون اصول رو دیگه بهشون بگم. بچه ها ببینید همین حرف A که شد نقطه 1، 10 تا رو ما تموم کردیم دیگه. اگه یه نقطه 3 بهش اضافه کنیم میشه حرف K. ببینید الان همون نقطه 1 یه 3 که بهش اضافه میشه مثل کاف فارسی خودمون. ما کاف فارسی هم تو بره نقطه 1 و نقطه 3 هست که میبینید خیلی راحت نقطه A یه 3 بهش اضافه شده. حالا بعدی رو که بگیم قشنگ دیگه متوجه میشن. بفرم. کلمه بعدی میرسیم به J K L. اوکی؟ L بزرگ، L. خب L بزرگ و L بچه اینا صداشون فرق نداره که بگیم مثلا بزرگش یه صدا میده کوچیکش یه صدا، نه جفتشون یه صدا میدن. L بزرگ و L کوچیک که جفتشون یه صدا میدن به صدای ل میده. اوکی؟ ل. حالا سوری بریم سراغ L. خب ببینید الان حرف دومون چی بود؟ بی بود. یه نقطه 3 بهش اضافه میکنیم میشه 1 2 3 میشه حرف L. 1 2 3. ولی تو فارسی برل همه میدونن این الگو رو ما نداریم. پس به بی یه نقطه 3 اضافه کردیم شد حرف L. 1 2 3. میریم سراغ کلمه بعد. بچه ها M. L M. خب اینم کوچیکش M. صدا چی میده؟ م. مثالاشو تمام براتون رو تخته می نویسم که یکی یکی یادش بگیریم. بریم سراغ M. خب M هم بگیم همون حرف سوم حروف الفبای انگلیسی که 1 4 بود ما یه دونه 3 بهش اضافه کنیم میشه 1 3 4 میشه حرف M. خب J K L M N. N چه صدایی میده؟ صدای نمیده. برو بعدی رسولی. خب همون حرف D که چی بود؟ 1 4 5 یه دونه 3 من بهش اضافه میکنم میشه 1 3 4 5 میشه حرف N. J K L M N و همون کلمه که گفتیم. بله. چی بود؟ او. خب او بزرگ، او کوچیک. هر تخته که میاد پایین معذیتم. آره نه منم بعدیو بنویسم میریم تخته. آره باید پاک کنیم. خب او به چه صدا داره؟ صدا چی میداد؟ 5 تا حروف صدادارمون بود. صدای آ میداد مثل آملت، قبلش ان می اومد، ان آملت. بچه حالا مثلا گفتیم روی سی، خب که گفتیم صدای k میده، k و یا سی جفت صدای k میده بچه ها. خب گفتیم روی سی که صدای k میده مثل کار. خب
اونو گفتیم ا کارا. حواستون باشه، حالا من چند تا مثال گفتم ا و انشو نذاشتم الان یادم اومد. اگه او میذارید یا هر 5 تا حروف صدادار رو میذارید حواستون باشه اگه خواستید مثلا بگید یک دختر که با جی نوشته میشه نه با جی میگیم a girl. اگه خواستید بگید املت یا بگید تخم مرغ میگید an egg an omelet. اوکی آقای رسولی؟ خب او هم که همینجوری که یه بار گفتیم اگر همون 1 5 که داشتیم به نشانه ای 1 3 بهش اضافه کنیم میشه 1 3 5 میشه حرف او. بخشید او. اگر موافق باشید بریم تخته رو پاک کنیم برگرده. یکی جا داریم آقای رسولی؟ یه دونه جا دارید؟ می‌نویسم پایین می‌نویسم. یه دونه جا داریم می‌نویسیم. اوکی. میخوام آخه ترکیبشون تمامشون با هم باشه. J K L M N O P. خب معلومه دیگه پی چه صدایی میده؟ صدای پ میده. اوکی پی هم بکشید و بریم برای تخته بعد. بچه‌ها من پی رو اصلا همینجا میکشم. ببینید A یه 3 بهش اضافه کردیم شد K. B یه 3 اضافه کردیم شد L. C شد M. D شد N. خب O هم که شد 1 5 با 3. حالا اینجا 1 2 4 که میشد F. یه 3 اگه بهش اضافه کنم میشه 1 2 3 4 میشه حرف P. تموم شد. بریم برای تخته جدید. آکادمی نابینایان. حرف بعدی حرف کیوه. بذار این دفعه من اول بگم بچه ما. اوکی. بچه ها حرف جی شد 1 2 4 5 یه دونه 3 بهش اضافه میکنم میشه 1 2 3 4 5 همون حرف قاف خودمونه ق. اینجا میشه کیو. بفرمایید. اوکی خب میرسیم به کلمه کیو. کیو هم که حالا امیدوارم بچه‌هایی که کمبینا نیستن بتونن اینجا یاد بگیرن که چجوری میکشیمش و بنویسن دفترهای 2 خطشون. کیو بزرگ، کیو کوچیک. بچه یادتون باشه بین 2 خط، 1000 بار گفتم بین 2 خط حروف‌های بزرگ بالاتر قرار میگیرن، بزرگترن، اما من زورم روی این حرفای کوچیکه. حرفای کوچیک بین 2 خط داخل 2 خط هستن، بیرون نباید بزنن. اوکی خب کیو بریم. صدای چی میده؟ صدای ک میده اینم. ولی حالا مثالاشو بزنیم متوجه میشید. کیو هم درس دارید. میریم سراغ کلمه بعدی. این کوایت که میگم با کیو نوشته میشه؟ بله. آها کوایت. خب مثلا همون خیلی الان اتفاقا سوال قشنگی بود. مثلا یه ارزی خیلی معروف شده چی بهش میگن؟ بیت کوین. بیت کوین بچه این نیست، این سیه نیست، این کیو نیست. خب مثلا دیدید بعضی میگن بیت کوین. کوین یعنی ملکه. اوکی کوین با این که نوشته میشه، با این کیو نوشته میشه. نزدیک بود گچمون بیفته افتاد رو لباسمون. اوکی خب بریم برای بعدی. خب حرف بعدی رو من بگم. خب بچه‌ها ببینید کیو شد جی دیگه. حرف H میشد 1 2 5. بچه‌ها یه 3 بهش اضافه میکنم میشه 1 2 3 5 میشه آر. خب میریم سراغ کلمه آر که صدای ر میده. میگفتیم یه ر داره. خب آر کلمه بعدی ها رسولی. خب بریم برای جی بعدی. جی میشه 2 4 5 یه دونه 3 بهش اضافه میکنم میشه 2 3 4 5 میشه تی. مثل ت 2 نقطه فارسی. خب و حالا شما مثال تیو بزنید من برم بعدی هم سریع بگم. خب ما الان به ترتیب میخوام بریم. خب اگه به ترتیب بخوایم کیو آر اس اس تی یو. حالا مثلا شما الان اس هم اینجا بکشیدش که من برم برای تی. آره چون تی نکتهش مثل اون بود. جا انداختم. بله دقیقاً درست میگی. من اس رو جا انداختم. بچه‌ها 2 4 میشد ای یه 3 بهش اضافه کنیم میشه اس. میشه سین خودمون 2 3 4. خب میریم سراغ کلمه اس. مثل کلمه دلار دیدید بچه‌ها می‌نویسن همون شکله. اس بزرگ، اس کوچیک. حالا ما رو تخته هم هستیم میگم یه کمی بد میشه. اس بزرگ، اس کوچیک.
صدای سه میده. کلمه بعدی ها رسول تیو درس دادی؟ آره تیو من گفت. خب میریم برای کلمه QRST. تی بزرگ، تی کوچیک. خب بریم برای کلمه بعدی. بریم برای بعدی. همون یو که شما یه بار گفتید و من اینجا بنویسم. بچه‌ها نقطه 1 خب چون 10 تا حروف تموم شد دیگه، ما تا جی گفتیم یه 3 به جی اضافه کردیم شد تی. حالا دوباره همون A این دفعه 3 6 بهش اضافه میکنیم میشه 1 3 6 میشه حرف یو. یه بارم گفتیم اول جلسه. بریم برای کلمه یو. حرف یو، حرف یو کوچیک که صدای چی میده یو؟ حرف یو صدای آ میده. امبرلا، اوکی؟ امپایر مثل داور. upside down، اوکی؟ بریم برای کلمه بعد. خب کلمه بعدی یا حرف بعدی ویه که ما میایم بی رو 1 2 رو یه دونه 3 6 بهش اضافه میکنیم میشه 1 2 3 6 میشه حرف وی. اوکی؟ وی هم بچه مثل عدد 7 نوشته میشه. اگر یه عدد 7 بزرگ بنویسید میشه وی بزرگ، یه عدد 7 کوچیک بنویسید میشه وی کوچیک. چه صدایی میده؟ معلومه صدای و میده. و بعدی خب ببینید الان بعدی میشه W. خب من W از این الگوی من پیروی نمیکنه اصلا. تو خط بریل از فرانسه اومده، فرانسوی‌ها W نداشتن، بعدن اضافه شده تو حروفشون. به خاطر همین یه الگوی دیگه داره، الان اونو بهتون میگم که اصلا اونا هم بهش میگن W. بعد اصلا از W تو کلمات رسمی خودشون اصلا استفاده نمیکنن، برای کلمات وارداتیشون استفاده میکنن مثل BMW. حالا نگاه کنید ما اینجا از واو فارسی استفاده میکنیم، میگیم 2 4 5 6. 2 4 5 6 میشه W. بفرمایید. خب بریم برای W بچه 2 تا 7 وقتی بچسبه به هم میشه W. میگیم این یه هفتش، اینم یه هفتش. خب بزرگش یه هفته کوچیکش هم دقیقا همونه. 2 تا هفته کوچیک میشه W کوچیک، 2 تا هفته بزرگ میشه W بزرگ. خب اما W خب وقتی میخوام پیش ببریم چه صدایی میده؟ مثلا دیدید تو میگیم توی کامپیوتر بچه برنامه ورد رو باز کنید. ورد صدای و میده مثل همین وی خودمون. اوکی؟ W صدای و میده. بچه W اشتباهه. W. اوکی؟ خب من یه سوال میپرسم. ببین من مشکل دارم که بهش میگن W. مگه 2 تا و نیست؟ فرانسوی‌ها درست‌تر میگن دوبل و، میگن 2 تا و. آره همون BMW که خودتون گفتید. آره چرا اونا میگن 2 تا یو؟ نمیدونم. فرانسه است دیگه. آره بریم سراغ بعدی. W X Y Z مونده دیگه. بله. بچا X رو میایم همون حرف سوم الفبای انگلیسی 1 4 C میشد. یه دونه 3 6 اضافه میکنم میشه 1 3 4 6. توی فارسی این میشه خ ولی تو انگلیسی میشه X. خب میریم کلمه X رو با هم یاد بگیریم. بچه کلمه X میام بالا یا جا داریم یه دونه دیگه بنویسم. یک ضربدر بزرگ میشه X. یه ضربدر کوچیک میشه X کوچیک. خب مثلا چه صدایی میده؟ صدا همون X میده. مثلا میگی آقا رفتیم خدای نکرده بیمارستان X ray، مثلا اون عکسی که ازمون میگیرن X ray ازمون گرفتن. خب یا مثلا دیگه میتونیم چی بگیم مثالاشو براتون من می‌نویسم. خب X نوشتیم X box. آفرین. آره نه یه لیست کامل براشون می‌نویسم که مشکل براشون پیش نیاد. باش. خب بچه‌ها بریم X Y هم بگیم. همون حرف چهارم حروف الفبای انگلیسی که دی میشد 1 4 5 یه 3 6 بهش اضافه میکنم میشه 1 3 4 5 6. فقط 2 رو نداره میشه حرف وای. اوکی؟ خب S T U V W X Y. بچه یه عدد 7 با یه خط میشه وای بزرگ. اوکی؟ حالا یه عدد 7 ولی این شکلی، اینم وای کوچیک. حالا یه سری هستن وای یه شکل دیگه میکشن که اونم بهتون توضیح میدم. وای صدای چی میده؟
صدای همه چی میده. چه صدایی مثلا یه کلمه یه میده بیشتر صدای یه میده. مثلا روی کلمه‌ای که اگه بخوام مثالشو بزنیم مثل کلمه رنگ زرد یلو، پس صدای یه میده بچه‌ها. بریم برای وای نوشت شما. خب آره زدم بگم زدو بریم آخریشو. بچه‌ها زد حرف پنجم الفبامون 1 5 3 6 که اضافه کنیم میشه 1 3 5 6. حرف ز رزه فارسی هم هست 1 3 5 6. خب بریم برای کلمه زد. بچه‌ها زد نوشته میشه زد. زد دوباره یه ز کوچیک. اوکی؟ خب میخونیمش چی؟ ز. اما میگیم زد. پس یادم از اول میگمش A B C D E F G که صدای G میداد H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. اوکی؟ زد هم چه صدایی میده؟ مثل زیرو، عدد صفر. زیرو روی نوشابه که میخرید دیدید که نوشته زیرو، خب عدد صفر. صدای ز میده. خب یه سوال من پرسیدم این آمریکایی‌ها به زد میگن زی؟ چون خیلی دیدم تو میگن خیلی داریم به زد فولد سامسونگ میگن زی فولد. آره من میگن زی هم میگن. ولی خب درستش زده اگه میخواد. حالا ما هم اصولی یاد بگیریم دیگه. چون مثلا وای هم به یه شکل دیگه مینویسن. خب ولی خب برای اینکه اصولی یادش بگیریم مجبوریم خب اول با قانوناش پیش بریم. زد. اوکی؟ خب پس الان حروف رو تموم کردیم دیگه. حروف تموم شد. خب ولی خب به اینجا اکتفا نباید بکنن دیگه بچه‌ها. حالا اول برای بچه‌هایی که حالا میتونن ببینن آرپی نیستن، بچه‌ای که حالا اینایی که تونستن بنویسن اینجا خود کمی با گچ بود، سخت بود روی تخته. داخل دفتر دو خطتون هر چی که نوشتم، حالا حرکت دست منو یاد بگیرید. اگه بازم براتون سخت بود میتونید، حالا جایی دارن که پیام بذارن بچه‌ها. آره بچه‌ها میتونن تو کانال تلگرامیمون اصلا به آیدی خودمون پیام بدن یا کامنت هم میتونن بذارن. خب کامنت بذارید که آقا مثلا حرکت دست روی اس رو یاد نگرفتم، حرکت دست روی کیو رو یاد نگرفتم، صدای یو رو یاد نگرفتم. هم میتونید خودمون براتون توضیح بدیم، هم میتونید توی سایت ها دنبالش بگردید. اما برای بچه‌هایی که آرپی هستن بریل همونجوری که آقا رسولی میگه تمرین کنن. آره کلا بچهای آرپی یا بچهایی که نمیتونن از خط بینایی استفاده کنن مثل خود من بیشتر خط بریل استفاده میکنیم، بچه‌ها این الگویی که بهتون گفتم رو بنویسید تو این ویدیو. فقط همه رو با یه خونه فاصله بنویسید و 10 تا اولی تو خط اول، 10 تا دومی تو خط دوم، ادامه هم تو خط سوم، که این الگویی که گفتم یه 3 اضافه میکنیم بعد یه 3 6 اضافه میکنیم قشنگ براتون جا بیفته. دیگه اگه توضیح هست من در خدمتتم. توضیح خیلی زیاد داریم، مثال خیلی داریم، ولی خب تایم جلسه ها باید چقدر باشه رسولی برای که بچه‌ها خسته نشن؟ سعی می‌کنیم تایممون دیگه حد اکثر 45 دقیقه باشه و اینکه برای بچه‌هایی که شاید اصلا آشنایی نداشته باشن برای حروف فکر می‌کنم دیگه تو این جلسه کافیه. ما دیگه از صفر بچه‌ها شروع کردیم دیگه. حالا میگم پایان این ترم دومتون میشه دیگه. پایان ترم زبان دوم میشدید یا اول؟ نه ما ترم دومیم، ترم اول زبان داشتم. خب میدونم تو دوره جدیدتون زبان اول. اوکی. پس با ترم اولی که زبانو با هم داریم آخرش متوجه میشید چقدر پیشرفت کردید. حالا بیشتر روی کلمه ها پیشرفتیم، بیشتر روی حروف پیشرفتیم. جلسه بعد میریم روی جمله سازی که من چی باید بگم. او انو حتما تمرین کنید. او انو. خب الان 2 تا سوالم میپرسم ازتون که روی او ان ببینم میتونید مانوری بدید یا نه. از آقای رسولی میپرسیم. موافقه آقای رسولی؟ بله. اوکی. خب مثلا میخوام بپرسم ازتون که مثلا کلمه دال به معنی عروسکه. خب میخوام بگم آقا ادال یا اندال کدوم میشه آقای رسولی؟ چون دی توی اون 5 تا نبود میشه ا. خب کلمه دال پس با ا میاد، میگیم ادال یک عروسک. میگم آقا ماهی که تو آسمونه، نه ماه مثلا سال و اینا. مون چی بگیم؟ مونم چون ام دوباره تو اون 5 تا نیست دوباره میشه ا. تموم شده رفت. میذاریم امون. خب میخوام بگم مربا، میگم جم. بچه گفتم جی صدای ج میده.
جمع یعنی مربع. حالا چی بگم؟ بازم جی نیست، بازم میگم جمع. تموم شد و رفت. اگر فقط 5 تاشون بود، یکی از اون 5 تا اول کلمه بود، ما به جای ان میذاریم. اگر صحبتی نیست که اینجا رو سر تموم کنیم. مرسی، متشکرم، خواهش خیلی می‌کنم. خوب بود. ممنون که توجه میکنید. تو جلسه بعدی دیگه حروف رو بلدید، تمرین کنید که آقای عینی دیگه بره روی کلمات. انشالله. خیلی ممنون. دست شما در نکنه رسول جان. با خدا اجازه. نگهدار. خدا نگهدار.